قبل از اینکه افغانستان باشه در آسیا قالین بود، در ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه قالین بود، جایی که مخصوصا مغلا زیست میکردن قالین بود. امی نسل به نسل انتقال یافته تا امروزی که ما هستیم، تا امروزی که افغانستان شده، تا امروزی که ازبکستان دولت تشکیل داده، تا امروزی که ایران هست، تا امروزی که ترکیه هست، همینطور نسل به نسل. ولی میشه گفت که اینمی کار قالین را اولش مغول ها ابتکارشان بوده که این کار را آغاز کرده. بسیار مشکل است که آدم تاریخی دقیق قدیره بگه، به خاطر از که از شوروی وقتی از اگر اشتباه نکنم سایبریا که از قاط یخ قالین کشیده قدامت 5000 سال داره. به این خاطر هر کسی که تاریخ هم نوشته میکنه شاید احتمال بده که اینی از این قدر سال است. این دقیقش گفتن نتونم. شکل اول شکل بوریا میگن بودن، بعد پیشرفت شده که این شکل دیگهش بسازه، مثلا میشه بگویم گلم بوده، نمد بوده، بعد استعدادا خوب شده، سر از این کار شده که اگر گره بزنیم قالین هست. امی قالین هم قدامتشان تاریخی که فعلا در موزیوی انگلستان هست 5000 سال قبل است. من فکر که کسی که قالین تولید میکرده در اون زمان یا در این زمان پیش از قالین اهمیت داشته و پیش کسی که فرش میکرده اهمیتش کمتر بوده. در گذشته در فرش استفاده میشده و به جای زینتی مثلا بغیر دیوار. ولی میایم سر از که نه تنها قالین، بخش‌های مختلف اجتماعی نیاز به این ارتباط به این میگیره که در محوطه و یا یک جامعه که خودش زنده میگه از او الگو میگرفته. اگر من از اینجا بیرون میبرایم چیزای دیگه در مفکوریم میه، اگر از اینجا بیرون تر میبرایم چیزای دیگه ایم. قالین سبب شده که روز به روز هر قدری که انسان ها پیشرفت کردن، هر قدری که از کشور خود رفته تونسته در کشور دیگه بره آموخته یک چیزی را و قالین همونطور یک چیز درست کرده. من فکر میکنم جنگ تاثیرات خود داشته. حتی بعضی قالین‌ها را که ببینی توبوتانگ هم زمان هست، این خودش تاثیرات خود گرفته. این جامعه تولید کننده یا قالین باف هم مفکوره را از اجتماعی که زندگی میکنه میگیره. Lots of people told me that. Is that right? But I'm basically my blood is Arabic. But Oh, that may be why they are. long Long generation, time. long time ago. Where is your grandfather? I can speak Turkish. My blood. And they would say, well, where's your grandfather? In Afghanistan, we know Award for the best export promotion agency in the least developed in the least in the developed region. countries. That's a By very big honor for international Afghanistan. International Trade Center. So I would like to congratulate them for that. My pleasure. Please. And thank you for But if hosting you're us. interested قالین یکی از بزرگترین قلم صادراتی افغانستان می باشد. هدفی است که سالانه این نمایشگاه دایر شود تا که خریداران خارجی که علاقه‌مندی دارند به قالین افغانستان از آدرس افغانستان، از نام افغانستان
قالین افغانستان خریداری کنه و بیشتر بتانیم که از آدرس افغانستان قالین خود به کشورهای هم همسایه، هم اروپایی و هم آمریکایی صادر کنیم. هدفی است که معرفی قالین افغانستان از خریداران خارجی را به افغانستان دعوت کنیم و اگر می سلسله را دوام بدیم، امید است که به سالهای آینده و سالهای بعدی خریدارانی که به کشورهای همسایه میرن و قالین افغانی خریداری میکنن به افغانستان بیان و به دمین نمایشگاه بین‌المللی که سالانه دایر میشه در اینجا اشتراک کنن و از اینجا خریداری خود کنن. دیگه هدف اساسی همی است. صادرات افغانستان که قالینش در سال 2004 2005 $130 میلیون بود سالانه، در سال 2006 2007 به $170 میلیون رسیده که تقریبا $40 میلیون افزایش آمده در صادرات. دیگه فکر کنم که تا یک حد هم تدویر نمایشگاه ها و تا یک حد خود علاقمندی صادرکننده که از افغانستان می باشه رول مثبت بازی کرده. تجارت قالین از تاریخی که قالین بافته میشه تجارت از اون زمان آغاز شده، ولی او وقت کمتر آهسته زیادتر به خصوص دهه آخر قالین تعجب آور تولید زیاد شده. تعجب آور اینمونه که شما اگر 15 سال پیش مطالعه بکنین قالین از افغانستان 10,000 متر صادر نمیشد، ولی فعلا 150,000 صادر میشه. حقیقت خود نمایشگاه یک مارکت است، اما بعضی چیزایی که در تولید کننده ارتباط میگیره همین چیزاست. چیزی که باز در دولت ارتباط میگیره که قبلا سر نمایشگاه باید کار شود، تبلیغات بین‌المللی شود، مردم آشنایی بتن، مردم کشور ما آشنایی بتن. یک چالش بزرگی که صنعت قالین با روبرو است عدم موجودیت فابریکای پروسس و قیچی است در خود افغانستان. با وجود از اینکه بعضی فابریکات ایجاد شده، مگر با حجمی که قالین تولید میشه که 2 میلیون متر مربع سالانه نیازمندی از زیر پوره کردن نمیتونیم و متاسفانه قالین افغانی فعلا هم برش شست و برش و قیچی به پاکستان میره و با نام پاکستان با صادر میشه و تقریبا فعلا هم 90% قالین افغانی به نام پاکستان صادر میشه. دیگه تا جایی که مسئولیت دولت است ما زمینه را مساعد کردیم که توزیع زمینه در ولایت مختلف افغانستان از خاطر که قالین فعلا یک صنعت ملی است توزیع کنیم تا که مردم فابریکات ایجاد کنه. مگر چالش های دیگه که ما داریم که عدم موجودیت دسترسی به قرضه، عدم موجودیت یک شبکه عصری ترانسپورتی که با کشورهای جهان ما بتانیم قالین خود برسانیم چالش های بزرگ است. و این که مشکل امنیتی که ما فعلا در افغانستان داریم، خریداران خارجی فعلا علاقمندی کمی داره که به افغانستان میان. دیگه امید داریم که مشکل اگه از بین بره بیشتر نمایشگاه داخلی افغانستان کامیاب باشه.
هدف اساسی هم است که خریداران خارجی را به افغانستان دعوت کنیم بیایم و یک هدف دیگه ما داریم که ما صادرکننده را مستقیم به خریدار به تماس میکنیم. آدم مابینی که است که فعلا او شرکت‌های پاکستانی است یا خریداران پاکستانی است، ما می‌خوایم که دست از اونها را بیشتر بتانیم کوتاه کرده بتانیم و مستقیم صادرکننده را یا مالک با وارد کننده خارجی به تماس بود. صنعت قالین هم هنر است هم صنعت است و صنعت قالین یک صنعت ملی است. ما چندین بار پیشنهاد کردیم که صنعت قالین به حیث صنعت ملی افغانستان شناخته شود و برای صنعت قالین یک پالیسی ملی جور شود و وزارت‌های ذی دخل، ارگان‌های ذی دخل و دونرهایی که در بخش فعالیت میکنن به حیث یک دست فعالیت کنند تا که بتانیم بیشتر به صنعت قالین کمک کرده بتانیم. مگر باز هم بگویم که این یک پالیسی ملی ضرورت داره، یک توجه ملی ضرورت داره و شناسایی ملی ضرورت داره. مگر صنعت قالین افغانستان که هم هنر است و هم صنعت است.